اوه بسیار است که ما از استاد خیلی منت داریم. خداوند صبحشونی ما عالمان رو زیاد داریم. من هر روز برنامه های استاد رو پیگیری میکنم و آرامش پیدا میکنم. الله برایتان عمری دراز و برکات بدم. استاد، من یک زنی طالب علم هستم و میخوام فرزندانم علم دینی و دنیوی داشته باشم. برای خواندن دختران برای کسب های مناسب درست است یا نه؟ معلوماتی پره بگم توصیه میده جوابشو در افیر انتظارم. تیماس اجازه داخل شدن به افیر ندارم. میخواهم فرزندانم علم دینی و دنیوی داشته باشه. بسیار خوب، باید هر یک آدم علمی هم دینی هم دنیوی داشته باشه. برای خواندن دختران برای کسب های مناسب درست است، ولی دخترها هیچگاه شریعت اسلام علم پیش علم را نگرفته است، نه به مردها نه به دخترها نه به پیر مردها نه به پیر زنها، بلکه شریعت اسلامی همیشه به طلب علم ترغیب کرده است. حتی الله تعالی در قرآن کریم سگی علمدار را، سگی که علم دارد، شکاری با آن را در سوره مائده حلال گردانید. اگر شما با سگی معلم، سگی که علم دارد شکار کنید، شکارتان برایتان حلال است. اگر رفت با سگی بدون علم، سگی بی سواد قدی اگر شکار کنید، شکارتون حرام است. گفت مفسرین کرام گفتن که فیه فضیلت العلم، این آیات دلالت به فضیلت علم میکند. ببینید حتی سگ علمدار، اصلا آب دهان سگ پلید است. آب دهانش که مثلا به یگان ظرف رسید باید یک مرتبه با خاک، 7 مرتبه با آب شسته شود، چون که آب دهان سگ میکروبی دارد که اون یگانه نابود کننده آن میکروب در ترکیب خاک است، چون که خاک در ترکیبش 100 الیمنت های شیمیایی دارد. همون میکروب سگ یگانه چیزی که میراند خاک، از این فیری و شامپون و صابون و این چیزا نمیتوانست است. خلاصه لیکن وقتی که آمده مثلا آهو را شکار کرد، آهو را با دندانش درانید پوستش، مثلا خواه تا آمدن صیاد آهو جان داد، خواه صیاد آمده با گلیش برید مثلا. به هر حال آبی دهانی سگ در همین گوشت باقی ماند. لیکن شریعت همین آبی دهانی سگ که اصلا پلید است و 7 مرتبه به آب و 1 مرتبه به خاک در دیگر ظرف ها امر کرده بود، در همینجا امر نکرد. برای سگ علمدار بودنش بسیار معناهای چقور دارد. سگ علمدار اگر فضیلت باشد، چی جای زن؟ شریعت اسلامی هیچگاه زنها را از علم محروم نمی کند. بله درست است که مثلا آمیختگی پسرها و دخترها در یک مکتب خواندنشان ضرر دارد. این نه فقط از روی نگاه شریعت، از نگاه دنیا، از نگاه عقل اگر گیریم، مقصدی ما از مکتب و دانشگاه ها کادرهای با قوت برآوردن باشد، باید ما دختر و پسرهای از در مکتب جدا کنیم. برای چی؟ همین شما میدانید که همین وقتی که کودکا به بلاغت رسید، دیگر همین صنفی 8 و 9 شد، دیگر همین حیاتش و سر و لباس پوشیش و زیب و زینتش و مکتب رویش برای همون پسرها خودشون برای دخترها زینت میدن، دخترها برای پسرها عشق و عاشقی. اگر رفت و معشوق و عاشق شده ماند، تمام دیگر هوش و خیالش به همون عشق و عاشقیش میرد. دیگه درس با کلش 1000 پروفسور بیارید که به سرش نمیدارد. در وقتی درس پیامک نویسی، شب و روز پیامک نویسی مشغول، دیگه اینا علم نمیگیرن. فردا همین ها جراح میشن، بدنتون به همین ها امانت میسپارید و نرکوس گرفته خواه میرید دیگه بدن سپردن همین آدمایی که نغز نخواندن در مکتب. در همه ساحه ها اینا همین خلاصه. بنابراین از نگاه عقل، نه از نگاه شرع، از نگاه شریعت نه، از نگاه عقل هم گیریم، مکتب پسرها و مکتب دخترها جدا شود خوب است. من اینه مثلا در کشورهای عرب دیده بودم و اینه در اروپا هم دیدم. در اروپا مکتب هایی هست که 50% مکتب در یکی از کشورهای آن، 50% مکتب
پسر و دخترها آمیخته، 50% دیگرش مکتب دخترها جدا، مکتب پسرها جدا. این 50% زیر تصرف کلیسا، یعنی حکومت 50% مکتبای به زیر نظارت کلیسا داده است و کلیسا هم یعنی آمیختگی مرد و زن حلال نمیداند. بنابراین این خیلی مکتب تشکیل کردیم. من نمیدونم کی تشکیل شدگی، ما آمدیم این خیلی مکتبا هست. بنابراین این فقط این مال مسلمانان نیست فقط، یعنی این از نگاه عقلم خوب است. بنابراین برای همسایه کشورها ما دخترای پر را منع کردن، اون کاری خطا هست و از اسلام نیست. باید مکتب کنن، مدرسه کنن، دانشگاه کنن. حضرت عایشه فقیه ترین زنهای صحابه ها بودن و تعریف کردن زنهای انصاری ها را، گفتن که رحم الله نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین. الله رحم کند زنهای مدینگی ها را، زنهای انصاری ها را، شرم و حیا پیشی راهی فقیه شدن در علم دین را نگرفت. اونا آمده از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوالاشون میپرسیدن، در دین مقدس اسلام فقیه شدن. فقیه یعنی عالمی که احکام شریعت را میداند. شرم و حیا پیشی فقیه شدن را نگرفت، یعنی آمده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم علم گرفتن، از مرد. از سبب آنکه مثلا در اون وقتها علمدارهای زنها کم بود، لیکن وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشتن، الکی به نزد عایشه حتی عمر رضی الله عنه به علم عایشه محتاج می شدن. برای چی؟ برای آنکه روایت هایی که عایشه رضی الله عنها یا ام سلمه یا دیگر زنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند حفصه میدانستند، مردها نمیدانستند. برای آنکه تقریبا 7-8 ساعتی عمری پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خانه میگذرد، در پیش زنهاشون. اون حالتهایی هست که مردها از اون حالتها بیخبر است، اون فقط زنها روایت میکردن، نصف علم را زنها روایت کرد. بنابراین شریعت پیش راهی تعلیم زنها را نمیگیرد. فقط ما در همین حالت مثلا اون کس اگر نصیحت پرسد دخترت نمان میگیم. برای چی؟ برای آنکه میرود، یعنی اکثر دخترها یعنی اونا به شکاری بچه ها گرفتار میشن، یعنی آبرو، شرم و حیا دیگر همه چیز از دست میدین و این چیزی مجرب است. دانشگاه ها تمام میکنه. درست است که مثلا پاک دامن ها هم هستن، لیکن از اذیت بچه ها خالی نیستن. همه گپ میپرتاید، همه کوشش میکند شکار کند. این مشکلی ها هست. مثلا اگر کدام کشوری که همین مشکلی نباشد یا یک دانشگاهی را انتخاب کند که اون دانشگاه قریب 90% 99% زنها هست مثلا، یا پر زنها میخواند، مثلا علومی خاصی زنها هست مثلا، هیچ گپی ندارد و سطرش باشد، حجابش باشد، ایمانش باشد، یا مثلا شوهر کرده باشد، هیچ گپی ندارد. علم گیرد. شریعت راه علم را نمیگیرد. باز تکرار میکنم، شریعت راه گناه را میگیرد. شریعت نمیخواهد که آبروی پدری همین دختر یا برادرش یا آینده پسرهای همین دختر ریزد. به فریب و نیرنگ های جوانا داده شده پیش از توی دست به گناه نزند که سپس شرمنده دنیا و آخرت شد. همین شریعت نمیخواهد. اما علم هیچگاه پیش راه علم نمیگیرد. ما به طبیب های زنها و به معلمه های زنها در تمام ساحه ها زنها علم داشته باشن خوب است. بنابراین همین خیلی دانشگاه میکوبید.